و اما در قضیه تحریم ها، خب حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، آمریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونها نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنن. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتاً تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شاید 2 برابر 3 برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد.